به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به دوره‌های آموزشی شیمی مدنی از کانال یونیورسیتی چم خوش آمد. این دوره در مورد ساختار و نظریه‌های اتمی از دالتون تا مدل کوانتومی. با ما همراه باشید. اگر یک قطعه طلا را تقسیم کنیم و باز تقسیم کنیم، آیا بالاخره به جایی میرسیم که دیگر نتوانیم تقسیم کنیم؟ این سوالی بود که همواره بشر از خودش داشت. مواد از چی ساخته شدند؟ اولین بار دانشمند یونانی به نام دموکریتوس گفت که مواد از ذرات تقسیم ناپذیری به نام اتم تشکیل شدند. اتم در زبان یونانی از کلمه اتموس به معنی تقسیم ناپذیر گرفته شده است. این ایده تا قرن 19 صرفاً یک ایده فلسفی بود تا اینکه دانشمند انگلیسی به نام جان دالتون وارد قصه شد. جان دالتون برای اولین بار نظریات فیلسوفانه دموکریتوس را به یک نظریه علمی تبدیل کرد. او نظریات خودش را در 4 بند اصل خلاصه کرد و گفت همه مواد از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شدند، حرفی که دموکریتوس زده بود. همچنین او افزود که اتم‌های هر عنصر مشابه یکدیگر بوده و جرم یکسانی دارند، در صورتی که امروزه می‌دانیم به خاطر وجود ایزوتوپ‌های مختلف این نظریه درست نیست. همچنین جان دالتون گفت که اتم‌های عناصر مختلف با هم ترکیب می‌شوند و مواد جدید می‌سازند، حرفی که امروزه هم آن را قبول داریم. همچنین افزود در واکنش‌های شیمیایی اتم‌ها فقط جابجا می‌شوند ولی خودشان تغییر نمی‌کنند. البته امروزه می‌دانیم که برخی از بندهای نظریه او کاملا درست نبوده، اما مهم این است که دالتون پایه‌گذار مفهوم علمی اتم شد. بعد از جان دالتون نظریه اتمی چند دهه مسکوت می‌ماند تا اینکه به اواخر قرن 19 می‌رسیم، جایی که دنیای علم پر از سوال و هیجانه. دانشمندان دارن روی ماهیت الکتریسیته و رفتار گازها کار میکنن. توی آزمایشگاه‌ها لوله‌های عجیبی ساخته بودن به اسم لوله‌های کاتودی. لوله‌های شیشه‌ای که 2 سرش الکترود بود و داخلش تقریبا خلا. هر بار که ازشون جریان برق رد می‌کردن یه نور سبز رنگ قشنگ از کاتود ساطع می‌شد. اما کسی نمی‌دونست اون نور چیه. موج بود، ذره بود یا به یه نوع انرژی ناشناخته. در همین دوران مردی به نام جوزف تامسون، استاد فیزیک دانشگاه کمبریج، تصمیم گرفت این راز رو کشف کنه. اون با دقت و خلاقیت باورنکردنی زاویه‌های مختلف میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را روی اون پرتوهای سبز رنگ آزمایش کرد. نتیجه حیرت انگیز بود. تامسون فهمید این پرتوها از ذراتی منفی بار تشکیل شدند که جرمشون هزاران بار کمتر از یک اتم هیدروژنه. یعنی چی؟ یعنی اتم اون چیزی که همه فکر می‌کردن تقسیم ناپذیره در واقع خودش از ذرات کوچکتری ساخته شده و اینطوری بود که در سال 1897 الکترون برای اولین بار به جهان علم معرفی شد. کشفش نه تنها مدل اتمی دالتون را زیر و رو کرد، بلکه مسیر علم شیمی و فیزیک را برای همیشه تغییر داد. بعد از کشف الکترون، تامسون حالا یه سوال بزرگی تو ذهنش داشت. اگه اتم قابل تقسیمه و داخلش الکترون‌های منفی وجود داره، پس بقیه جرم و بار مثبتش کجاست؟ اون موقع هنوز کسی از هسته یا پروتون خبر نداشت. تامسون تصور کرد اتم یک کره نرم و مثبت بزرگه که الکترون‌ها مثل چشمش‌های توی چشم پخش شدن. این شد مدل معروف کیک چشمشی تامسون، مدلی ساده اما باحال، چون بالاخره به یه تصویر فیزیکی از اتم به ما داد. برای اولین بار تونستیم توضیح بدیم چه اتم‌ها خنثان، بار مثبت و منفی داخلش بالانس شده بودن. اما یه مشکلی وجود داشت. این مدل فقط روی کاغذ خوب بود. کسی نمیدونست آیا واقعا اتم اینطوری یا نه. تا اینکه چند سال بعد یه دانشمند باهوش به نام ارنست رادرفورد وارد داستان شد. او شاگرد خود تامسون بود ولی قرار بود نظریه استادش را به چالش بکشه. رادرفورد با کمک 2 از دانشجوهاش، گاگر و مارستن، آزمایشی طراحی کردند که بهش میگن پراکندگی ذرات آلفا. یه ورقه خیلی نازک از طلا درست کردن، تقریبا به ضخامت چند اتم. بعد ذرات آلفا که اتفاقا بار مثبت داشتن رو بهش تابوندن و دیدن چی میشه. بیشتر ذرات بدون هیچ مشکلی از ورق رو عبور کردن، ولی بعضی‌ها یکم منحرف شدن و تعداد خیلی کمی هم برگشتن عقب. خود رادرفورد بعداً گفت
برگشت بعضی از اون ذرات مثل این بود که یه گلوله توپ به دستمال کاغذی بخوره و برگرده. این یعنی چه؟ یعنی تقریبا کل حجم اتم خالیه و جرم و بار مثبتش فقط توی یه بخش خیلی کوچیک و متمرکز قرار داره، همون هسته اتم. این آزمایش مدل تامسون رو نابود کرد و در عوض مدل جدیدی از اتم به دنیا معرفی شد. اتم با یه هسته مرکزی و الکترون‌هایی که دورش میچرخند. و اینطوری بود که رادرفورد با یه آزمایش ساده دروازه ورود به دنیای مدرن فیزیک و شیمی اتمی را باز کرد. حالا اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. اگه طبق مدل رادرفورد الکترون ها دارن دور هسته میچرخن، پس چرا داخل هسته نمیافتن؟ طبق قوانین فیزیک کلاسیک هر ذره باردار که در حال حرکت دایره باشه باید مدام انرژی از دست بده و در نهایت سقوط کنه. یعنی اتم باید در کمتر از یه لحظه نابود بشه. ولی ما میدونیم اتم ها پایدار هستند و ماده وجود دارد. پس یه جای کار اشتباهه. اینجاست که نوبت یه نابغه دانمارکی به نام نیلز بور میرسه. بور شاگرد رادرفورد بود، ولی برخلاف استادش تصمیم گرفت قوانین مکانیک کلاسیک رو بشکنه و یه نگاهی تازه بندازه به اتم ها. اون گفت الکترون ها نمیتونن هر جایی که دلشون خواست به دور هسته بچرخند، فقط در مدارهای خاص و مجاز حرکت میکنن. و این یعنی چی؟ یعنی الکترون فقط میتونه در ترازهایی باشه که انرژی مشخصی دارن. او به هر یک از این ترازها یک عدد ثابت داد که با n مشخص میشوند و گفت مثل پله های یک نردبون الکترون نمیتونه بین پله ها بیسته، فقط میتونه از یه پله به پله دیگه بپره و اگه از یه تراز بالاتر به پایینتر بیاد انرژی از دست رفتهش به صورت نور یا فوتون ساطع میشه. با این ایده ساده اما انقلابی بور توانست برای اولین بار طیف خطی اتم هیدروژن را توضیح بده. همون خطوط رنگی زیبا که هر عنصری داره مخصوص خودش. مدل بور باعث شد بفهمیم ساختار اتم نظم داره، قانون داره و انرژی درونش کوانتیته است، یعنی پله پله و گسسته. اما با تمام موفقیتش مدل بور هنوز نمیتونست رفتار دقیق الکترون ها در عناصر سنگین‌تر رو توضیح بده. و همین سوال ها راه را باز کرد برای تولد بزرگترین انقلاب علمی قرن 20، نظریه کوانتومی. جایی که اتم دیگه فقط ذره نیست بلکه موج هم هست. مدل بور با اینکه توانست نظم و تراز انرژی اتم ها را نشون بده، ولی یه مشکل بزرگ داشت. نمیتوانست رفتار دقیق الکترون ها در عناصر پیچیده تر را توضیح بده. اما همین مدل سکوی پرتابی شد برای ظهور نظریه کوانتومی امروزی. توی مدل کوانتومی دیگه خبری از مسیرهای دقیق و دایره‌ای نیست. در این انیمیشن هم میتوانید نحوه پر شدن الکترون ها در هر اتم را که امروزه مورد تایید هست ببینید. اما یه سوال بزرگ وجود داشت. الکترون واقعا چطوری رفتار میکنه؟ آیا مثل یه توپ کوچیک دور هسته میچرخه یا مثل موجی پخش میشه تو فضا؟ اینجا پای دانشمند فرانسوی به نام لوی دوبروی وسط میاد. اون گفت اگه نور که یه موج هست میتونه خاصیت ذره‌ای داشته باشه، شاید ذراتی مثل الکترون هم خاصیت موجی داشته باشن. و یه رابطه ساده ولی انقلابی نوشت. لامدا مساوی h بر m نو. یعنی طول موج هر ذره برابر با ثابت پلانک تقسیم بر جرمش در سرعتشه. پس هر ذره‌ای که حرکت کنه یه موج همراه خودش داره. حالا مشکل چیه؟ برای اجسام بزرگ مثل توپ فوتبال یا حتی خود ما جرم خیلی زیاده. پس طول موج خیلی خیلی کوچیک میشه و دیده نمیشه. اما برای الکترون نه. جرمش اونقدر کم میشه طول موجش قابل اندازه‌گیریه. همین فکر باعث شد دانشمندان الکترون رو نه مثل یه ذره بلکه مثل احتمال حضور در اطراف هسته در نظر بگیرن. جایی که ما بهش میگیم اوربیتال. حالا به جای اینکه بگیم الکترون کجاست میگیم احتمال داره کجا باشه و این همون جاییه که دنیای کلاسیک تمام شد و مکانیک کوانتوم متولد شد. دنیایی که پر از احتمال، موج و رازهای عجیب اتم هاست. وقتی دوبروی نشون داد که الکترون هم خاصیت موج داره، یه سوال بزرگ پیش اومد. اگه الکترون هم ذره هست هم موج، پس ما واقعا چطور میتوانیم جاش رو پیدا کنیم؟ اینجا بود که فیزیکدانی به نام ورنر هایزنبرگ اصل معروف خودش رو مطرح کرد. نمیتونی همزمان مکان و سرعت یه ذره رو با دقت بی‌نهایت بدونی. یعنی هر چی بخوایش رو دقیق‌تر اندازه بگیری اون یکی مبهم‌تر میشه. همین اصل باعث شد بفهمیم مدارهایی که بور برای الکترون میکشید وجود خارجی ندارن. پس حالا باید یه مدل جدید بسازیم و اینجاست که اروین شرودینگر وارد داستان میشه. اون گفت به جای اینکه دنبال مسیر الکترون باشیم باید دنبال تابع موج اون بگردیم.
تا بمود یعنی بدونیم احتمال حضور الکترون در هر نقطه از فضا چقدره. همون چیزی که بهش میگیم اوربیتال. این نظریه مسیر رو باز کرد برای تعریف اعداد کوانتومی. 4 عدد شگفت‌انگیز که مثل شناسنامه هر الکترون هستند. این اعداد به ما میگن اون الکترون دقیقاً کجای اتمه و چطور رفتار میکنه. آنها این اعداد کوانتومی را با N, L, ML و MS مشخص کردن. اولی عدد کوانتومی اصلیه، یعنی N. این عدد مثل شماره طبقه ساختمانه. هرچی بزرگتر باشه الکترون از هسته دورتره و انرژی بیشتری داره. دومی عدد کوانتومی فرعی L هست. اون شکل اوربیتال رو مشخص میکنه، مثلا کروی مثل S، دنبله مثل P یا پیچیده تر مثل D و F. بعدی عدد کوانتومی مغناطیسی ML است. جهت قرارگیری اون اوربیتال تو فضا رو نشون میده، مثل اینکه بگی این دنبل افقی یا عمودی. و در آخر عدد کوانتومی اسپینی MS که مثل جهت چرخش خود الکترونه، بالا یا پایین، مثبت 1 دوم منفی 1 دوم. با ترکیب این 4 عدد ما می توانیم موقعیت و ویژگی هر الکترون را در اتم دقیقا مشخص کنیم. هیچ دو الکترونی نمیتونن دقیقا 4 عدد مشابه داشته باشند. و در آخر از تمام علمجویان عزیز که ما را دنبال کردن سپاسگزارم. امیدوارم ویدیو ما برای آنها مفید واقع شده باشه و اگه هنوز ما را سابسکرایب نکردید ممنون میشم ما را حمایت کنید و ما را سابسکرایب داشته باشید.